با سلام خدمت همراهان کانال یوتیوب دامون پوز. من خدابخشی هستم، مدیر بخش تعمیرات شرکت دامون پوز. امروز میخوام در خصوص یکی از قطعات دستگاه پوز که شاید به نوعی دوستان نمیبینن ولی دائما باهاش درگیر هستن صحبت کنم. با من همراه باشید در خصوص این قطعه و آموزش ها و مطالبی که میخوام در خصوص این قطعه به دوستان و شما همراهان ارائه کنم. دوستان، قطعه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم هد دستگاه است. هد دستگاه بخشی که در واقع وظیفه‌اش خوندن اطلاعات کارت مشتریای شماست. روی کارت های مشتریای شما که از بانک تحویل میگیرن یک بخش مغناطیسی وجود داره که اطلاعات در واقع اون شخص به لحاظ اطلاعات بانکی، حساب و همه موارد روی اون بخش مغناطیسی توسط خود بانک رکورد شده. این کارت ها در واقع خام هستن تو بانک ها و شما وقتی درخواست میدید یک کارت رو توسط دستگاه مخصوصی اطلاعات رو روش رایت میکنن و این کارت دیگه اون اطلاعات رو نگهداری میکنه. این هدها در واقع یه هده که با سیستم الکترومغناطیسی کار میکنن. داخل این هدها یک سری بوبین وجود داره، بوبینای یا سیم پیچ وجود داره و یک هسته که در واقع وقتی کارت رو ما میکشیم روی این هدها، اون اطلاعاتی که در واقع رکورد شده توسط این هدها دیکود میشه و برای دستگاه قابل شناسایی و تشخیص میشه که در واقع دستگاه توسط زیرساخت‌هایی که داره اطلاعات رو میخونه، رمزگشایی میکنه و به صورت رمز شده توسط برنامه‌ای که داره میفرسته برای سمت اون PSP ها و سرورها و اونها اطلاعات رو در واقع دوباره دیکود میکنن، میخونن و این یه عملیه که در واقع باعث میشه کارتی که کشیده میشه معلوم بشه مال کی هست و اون مبالغی که ما وارد میکنیم، رمزها و همه این مسائل، اینها اطلاعات رد و بدل میشه تا اون در واقع بحث تراکنش انجام میشه و تماما از طریق این هد هست که اون اطلاعات رو میتونه بخونه و رد و بدل کنه. این هدا چون هدای تماسی هستن، اولین مشکلی که در واقع برای این هدا به وجود میاد به علت تماسی بودنشون و استکاکی که در واقع بین بخش کارت و این هد وجود داره، به مرور سطح این هد شروع میکنه به فرسوده شدن و از بین رفتن و هرچی این تماس ها و تعداد کارت هایی که کشیده میشه بیشتر باشه، این سطح زودتر از بین میره و به نقطه‌ای میرسه که دیگه اون عملکرد خودش رو نداره و تو اون نقطه است که وقتی دوستان کارت میکشن میبینن که دستگاه هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده که ممکنه این هد سطحش بیش از اندازه در واقع مستهلک شده باشه و دیگه اون خاصیت اصلی خودش رو نداشته باشه و نتونه اطلاعاتی که روی کارت ها رکورد شده رو تشخیص بده. پس به طبع وقتی این اتفاق بیفته دیگه چاره‌ای جز تعویض این قطعه وجود نداره. ولی گاهن هم چون قطعه الکترونیکیه ممکنه در واقع قطعات داخلی این هد که یه سری قطعات الکترونیکی خاصی هستن، اونها هم بر اثر حالا اتفاقی یا مسئله اون قطعه داخلیشون هم از بین بره و این هدها دیگه کاری انجام ندن. به طبع اون موقع هم این هدها رو ما تعویض میکنیم و دستگاه رو دوباره راه اندازی میکنیم که شما دوستان بتونید استفاده کنید. در هر صورت چیزی که میخوام اینجا برای دوستان تعریف کنم از این قطعه اینه که این هدها معمولا کثیف نمیشن چون کارت ها خیلی در واقع تماسی که با این قطعه دارن زیاده، معمولا این سطح این هدها کثیف شدن نیستن و گاهن دیدم دوستان توی بعضی از تبلیغات ها میگن بیایید مثلا یه کارت رو بردارید، یه مقدار نمیدونم الکل بزنید، یه کاغذ بذارید روش بکشید و هد تمیز بشه. نه، یه همچین چیزی برای این هدها وجود نداره. این هدها به کثیف نمیشن و اون کثیفی ها باعث این نمیشه که مثلا فرض کنید هد کارت رو بد بخونه. اون علت بد خوندن کارت ها یا خود کارت مشکل داره، اون بخش مغناطیسیش آسیبی دیده که این هد نمیتونه تشخیص بده، یا هد مشکل داره که اون کارت در واقع روی این هد هیچ عکس العملی نشون نمیده. پس ایرادها یا میتونه از کارت در واقع مشتری باشه یا از هد دستگاه. معمولا کثیفی بین این در واقع روی این سطح اصلا نمیشینه و اصلا نگران نباشید که مثلا فرض کنید حالا این کارت رو نمیخونه من بیام
این کار رو انجام بدن. چرا که گاهن اگر این کار رو انجام بدید ممکنه دستمال کاغذی یا اون کاغذی که مثلا روی این هد میکشید به خود هد آسیب بزنه و باعث مستهلک شدن بیشتر این هد بشه و من توصیه میکنم این کار رو نکنید. هدها کثیف نمیشن و اگر اشکالی در خواندن هست یا از کارت یا واقعا هد مستهلک شده و کاری نمیکنه. دوستان امیدوارم این مطالبی که راجع به هد دستگاه گفتم به درد شما خورده باشه. تا آموزش بعدی خدا نگهدار و به امید دیدار.